این چیزی که من استفاده کردم، هر زنی از کنار من رد میشد عاشقم میشد دنبالم میافتاد. وای بوی این پسره داره منو دیوونه میکنه. حاجی به نظرت چیه؟ نمیدونم ولی هر چی هست خیلی چیز خفنی حاجی. بریم. یه دقیقه وایس، من هندونه خوردم دستشو میگرفت الان. برو. چیکار داشتی؟ ترسیدم. منم ترسیدم. چیکار داری میکنی؟ هیچی، بریم یه شده میگم. البته نه، من چم شده؟ چه اینجوری میکنم؟ جان عزیزم معذرت میخوام. گم شو، با حال ازت به هم میخوره. این داغونا کیان؟ من اینجا چیکار میکنم؟ آره بابا این زاغار چیه؟ موهاشم که رنگ علی این بوه پرید. بوی چی؟ بیا بریم تا بهت بگم. بیا کمک. مار. سلام، خوبی شما؟ هیچ سلامتی، خبر خاصی نیست. هاشم یکم مرده. آره شما چه خبر؟ خانواده خوبن؟ مامان خوبه؟ مرسی، ممنونم، متشکرم. تو هم به اون چیزی که من فکر میکنم فکر میکنی؟ خدا بیامرزه. خدا رحمتش کنه، واقعا مرد نازنینی بود. قسمت نشد مبلا رو بهش بدیم. مبلا رو چیکار کنیم حالا؟ میگم پس میدیم دیگه. پس بدیم؟ آره. خالی شد. راستی یه کاغذم بود. کاغذ چی؟ ولش کن کاغذ